سلام دوستا، عبدالرحمن هستم و شما چینل مرا میبینید. آیا امکان داره که از اینترنت پیسه پیدا کنیم؟ او هم 300-400 دلار از یک وبسایت تنها ماه، یعنی ماهی 300-400 دلار از یک وبسایت. همون تو از وبسایت دیگه یک 40 دلار، همون تو از وبسایت دیگه یک 500 دلار. این جمله ما 500 1000 800 ماهی برابر کنیم بخوام. امکان داره؟ بله امکان داره. آیا در افغانستان میشه؟ بله میشه، در افغانستان هم میشه. کسی که بله من میکنم، من خودم کردم تباره و میکنم، از این بعد برای شما ثبوت میدم. ولی بسیاری مردم میره قبول نمیکنه، ویدیو را کمی میبینه ولی این میگه دروغ میگه، این امکان نداره، میگه این در افغانستان میگه امکان نداره، این کلش دروغ است. نه دوستا، این گپا نیست. اگر با واقعیت میخواین که از اینترنت پیسه پیدا کنین، از اینترنت درآمد خوب داشته باشین در آینده، یعنی سایزی که ما اول 200-300 دلار و در آینده 1200-1500 تا 2000 دلار دستی درآمد داشته باشین، امکان پذیر هست، امکان وجود داره. یک کم و توم زحمت کار دوستا. قسمی که شما میرین وظیفه میکنین یا پیش از وظیفه مثلا درس میخوانین، زحمت میکشین و باز اینترویو میرین و فیل میشین چندین جای چی، بعد از یک جای کاردان میشه 200 دلار ماهی میته، اونم زیاد داده نمیتونه یا 300. همون تو در اینجا یک کمی زحمت، یک کم اسکیل، یک کمی چی کار داره. اینترنت باید داشته باشی، یک کم و توم خودت کوشش کنی، یک کم و توم سوسو بگردی. تو نمیشه که مثلا شما راست در راست پیسه پیدا کنین. نه، طریقا را بلد شوی، بفهمی چی است، کوین چی است، پیسه چی است، اینترنت چی است، وبسایت ها چی است، کدام وبسایت ها چی رقم پیسه، پیمنت متد چی است، افغانستان کدام سپورت است، امکان پذیرش کدام است، کل از اینا امکان داره دوستا. من همین دقیقه از اینترنت پیسه پیدا میکنم. با وجود از اینکه من اینترنت جاب یعنی وظیفه هم دارم در خود افغانستان و بدون وظیفه ما از اینترنت 500 1000 2000 1800 برابری 300 400 نظر به کارم که فرصت داشته باشم کار میکنم، پیسه پیدا میکنم و بر شما هم نشان میدم در این چینل که چه رقم از این پیسه پیدا کنین و هم به طریق قانونیش و چه قسم بر شما در بانک در بانک، یعنی در بانک اگر اکاونت داشته باشید. اگر شما اکاونت نداشته باشید هم مشکل نیست، از طریق وسترن یونین برتان میه، فقط بانک میرین وسترن یونین اما نمبرش نشان میدین که بر ما پول آمده، اونا نمبرش تو رو میگیره، وریفای میکنه، میگیره پول تا میته، این سایت میگیره، بخیر بخشی از بانک برای پول داده جیبت پرتو. درست دوستا؟ خب پیش از اینکه بریم شروع کنیم، بخیر ویدیو را لایک کنین، در بالا لایک است، درست است، و در پایین سبسکرایب است. اگر چینل نو هستید سبسکرایب بزنین، در بالایش یک آیکن دیگه است به نام بیل یا زنگ، اونم رو بزنین که از بعد چه قسم ویدیوهای چقدر نو که مجبور میکنم در زبان خود ما شما براتون برسه. درست دوستان؟ و شیرم بکنین همراه دوستا. این چیزی نیست از اینکه در بهترین ویدیوها را جور میکنم دوستا، به خاطری کسایی که متعلم است یا در مکتب درس میخوانه، در پانتون میخوای کار کنه در پالویش، این تو در اینترنت هزاران دلار مردم پاکستان و هندوستان استودنت ها یعنی شاگردا پیدا میکنه از این طریق. حتی کسایی که شاگرد نیستن یک کمتون درس خواندن انگلیسی و اینترنت کمتون بلد است، اونا هم پیدا میکنن. درست است دوستا؟ و طریقای مختلف دارن. یکی از طریقا که امروز من براتون نشان میتونم با ثبوت، شما در این طریق 400 دلار یا 500 دلار ماهی از اینترنت پرده ساخته میتونی، و هم در افغانستان و هم از طریق وسترن یونین. درست است دوستا؟ خب پیش از اینکه شروع بکنیم میریم دو تا وبسایت براتون نشان میدم. یکی کوین دات بیس است، شما میبینین coinbase.com، ای را اوپن بکنین در کامپیوترتان. یکی coinbulb.com. درست است دوستا؟ در هر دو چی میکنین شما؟ در هر دو اکاونت جور میکنین. اکاونتش بسیار ساده است، دل نمیزنین دوستا که ولی چه رقم شود. من براتون نشان میدم. اینا ما اکاونت خود جور کردیم. اینا چی میخواه؟ فقط راجستر یا ساین اپ میزنین، یوزر و پاسورد تان میدین، ایمیل تان میدین، در ایمیل یک ایمیل تان نوان میکنه که وریفای شما یا کنفرم شما، کنفرمش میکنین، خلاص و خوبی اکاونت تان اکتیویت میشه بدون کدام پیسه، بدون کدام گپ. باز بعد از اون لاگین مین، همینجا پاسورد و یوزر تان میدیم، این تو لاگین میشه، خلاص. درست است دوستا؟ خب این مهم است به خاطر از اینکه او در وبسایت دیگه اینا پیسه پیدا میکنیم، کار میکنیم. تا این وبسایت بازمون پیسه را از طریق وسترن یونین بر خود روان میکنیم. درست است دوستا؟ خب این وبسایت دیگه است به نام coin.bab، در یک اکانت جور میشه. من بر شما نشان میدم. این لاگین، شما رجیستر بزنین اکانت کنین. درست است؟ این تو ما رجیستر بزنم براتون نشان میدم دوستا. رجیستر که زدین این تو اکانت نمبر بتین، ایمیل بتین، پاسورد بتین. درست است؟ و ریپیت پاسورد باز بتین و اینینا
تک مارک بزنین و راجستر بزنین، راجستر میشه. این هم همونطور در ایمیل تان یک ایمیل روان میکنه، اکتیویت میکنین اکانتان، خیر و خلاص لاگین میشین دوستا. درست از بازم اگر چیزی مشکل داشتین کامنت بانین برام، من بهتون جواب میدم. درست از دوستا، سبسکرایب و لایک یادتان نره. خب حال سر لاگین می ما چون اکانت پیش از پیش جور کردیم، بسیار ساده است. کنم کارت چی نمیخواد لاگین میزنی. درست است دوستا، این تو که لاگین. خب لاگین میشه. اینی را که شما میبینین دوستا، این قدر ما دایی کار کردیم، او هم در چند در یک روز فقط یک 20 دقیقه نیم ساعت واره کار کردیم در وبسایت. خب اما قبل فول بر ما دادن. حالا شما خواد بگین که چه قسم فول است. این مینی بیت کوین یا بیت کوین میگه دوستان. بیت کوین چی است؟ بیت کوین یکی از کرنسی یا پیسه است دوستا، مثل دلار افغانی که ما شما داریم در خارج. عالی بسیار به تیزی پیشرفت کرده میره دوستا، که اکثریت مردم در گیم ها هم استفاده میکنه. در گیم یا دستورهای آنلاین خرید میکنه از طریق ازمی. درست است دوستا، بسیار یک چیزی پیش است و بسیار به تیزی پیش میره دوستا. ولی در افغانستان پاکستان وجود نداره ولی میایه. خب این را شما تشویش نکنید که اینجا وجود نداره، نداشته باشه مشکل بر ما شما نیست. ما ایراد کار میکنیم و ایراد تبدیل میکنیم به دلار و از طریق وسترن یونیون به خود دلار روان میکنیم. درست است دوستا. این وبسایت چی میکنه؟ این وبسایت در بدل پول شما، ببخشید در بدل اعلانات براتون پول میپردازن. شما میرین این تو اکتیو ادز میزنین. درست است دوستا، اینجا که آمدین اکتیو ادز که زدین، اینجا آمدین صرف ارز میزنین. درست است دوستا. اینالی ای چی میکنه دوستا؟ بسیار یک مهم گپ سعی کن دوستا. اینا کنفرم اینتا میزنین. من اول دوستا براتون نشان میدم که چه قسم شما اینجا کار میکنین، چه قسم پیسه میپردازن. بازو پیسه را شما چه قسم در اکانت یا در وسترن یونیون بر خود روان میکنین. دوستا روزمره یک ساعت نیم ساعت داش کار کرده باشین یا 2 ساعت 3 ساعت هر چقدر وقت داشته باشین، اون موقع زیاد پیسه پیدا میکنین. درست است دوستا. خب کنفرم میزنین. این حال سایکو ای برای من میگه وی ویل ارن این قمینی بیت کوین. میگه این اشتها را ببین برای 15 ثانیه سایسته بر شما اینقدر بیت کوین میایه. درست است دوستا. اوپنش میکنم. اینجا شما ببینین اینجا همون ثانیه ها تا یک گردش شروع میشه. خب یک 2 دقیقه صبر میکنم. اینا میبینین 10 9 8 تا که ثانیه خلاص نشده باشه ایرا کلوز نمیکنین و متو میمانین. سایسته اینا سایکو اونجا بالای جدیده باش. خب صبر کن این حالی خلاص میشه. خب پروسش اینا خلاص شد. ما چی میکنم؟ ایرا کلوز میکنم. کلوز به این معنی که یعنی ما این اشتهار از این دیدم این برای 15 ثانیه برای ما گفت که اینمی وبسایت شد تو واز بان، اما تو بانش بعد از ایرا کلوز کردی بر شما موقع بیت کوینز میاد اکانت تان. درست است. ما 152 داشتم. درست است دوستا. 4 بیت کوینز که بر ما داد البته 156 شده باشه. درست است. خب یعنی اینجا شما میبینید بر ما گفته میگه 4 بیت کوینز برای شما داده شد، یه مینی بیت کوین. سایشتم من داشبورد میایم. اینا دوستا 156 ویدیو مرا پاس کنین از سر ببرین ببینین اونجا اول 152 بود الان 156. فقط در چند ثانیه من کار کردم 4 مینی بیت کوین برای ما داد. اگر من تو کار کرده باشم من در روزی در 100 و 200 و 200 مینی بیت کوین زای کار میکنم. خب آلی بازی که برای نام این حال اینمی بیت کوین شما که اضافه شد زیاد شد دیر شما چی میکنین؟ مثلا 500 1000 2000 بیت کوین شما کار کردین اینمی را شما ویدرا میکنین. ویدرا با چی معنی؟ یعنی اینمی را میبرین در اینجا در کوین بیس. یادتان باشه در این وبسایت شما که وقتی کار کنین این را در اکانت روان کردن نمیتون راسن در افغانستان. درست است. اول اینمی بیت کوین را میبرین در اینجا. در اینجا که آوردنش از این بابات باز اینمی ملی بیت کوینز هم مثلا اینجا شما در افغانی میبینین در افغانی تبدیلش میکنین یا در دلار. بعد از او این از طریق وسترن بر خود روان میکنین. او چه قسم میشه دوستا؟ او ویدیو دیگه جور میکنم. چی ویدیو باز بسیار دراز میشه، اپلودش باز بسیار مشکل میشه نظر به مشکلات اینترنتی. ایرا شما مقام بفهمین که اینجا کار میکنین. بعد از که اونجا کار کردین اعلانات دیدین که تمام اعلانات خلاص شد، اینجا زیاد شد یک 2000 مینی بیت کوین کار کردین. اون را باز پس ترانسفر میتونید از طریق ویدرا و طریقش در ویدیو دیگه میگم. اینجا میارین از اینجا باز اینا شما چی میکنین؟ ایرا از طریق وسترن یونیون در بانک خود روان میکنین. دوستایی که چه قسم میشه بسیار ساده است، دل نزنین. ایران برات میگم در ویدیوهای دیگه
فقط شما لایک کنین ویدیو را، سبسکرایب کنین، کامنت کنین اگر چیز سوال دارین، درباره از ما برات ویدیو جور میکنم. دوستا خب بیایم سر موضوعی از این که این حال چقدر میشه. دوستا ما یک چیز را برات یادآوری شم دوستا که حال بسیار قیمت است دوستا. ما این اگه پاک کنم، ما اینجا برات شما نشان میدم خود دوستا. یعنی که یک بیت کوین، مینی بیت کوین نه، یک بیت کوین چقدر دلار میشه. اینه شما دوستا شاید باور نکنین، شاید بگین که پف میکنم. من پف نمیکنم، این گوگل است، گوگل خلاص میگه 9870. شک دارین در یوتیوب در گوگل بازم سرچ کنین، یک بیت کوینز 9870 دلار میشه دوستا، یک بیت کوینز. خب حالی چون ما خب بیت کوین کار نکردیم، مینی بیت کوین کردیم. اینا ما مثلا در یه ظرفی یک روز در کار کردیم، چقدر برای ما پول پرداخت کردن، اینا را ما میبینیم. یک خوبی دیگه ای که این مینی بیت کوین یا بیت کوین نرخش روز در روز بالا میره. مثلا تو اگر دایش 1000 مینی بیت کوین کار کرده باشی و یک 3 سالم یا یک 2 سالم نکشیده باشی، اونمو 1000 مینی بیت کوین اگر حال 600 دلار میشه، 3 سال بعد اونمو میادر چی میشه؟ 2 3 4000 دلار میشه. این مالم داره دوستا. خب میام سر موضوعی که را میبینیم. ما کامل فعلا یعنی ظرف نیم روز یک نیم ساعت بار کار کردیم، چقدر برای ما شده شما ببینیم دوستان. 15 دلار ما تاوال دای کار کردیم. 15 دلار کم پیسه نیست، ظرف نیم روز رو نیم ساعت کار کنید دوستان. 15 دلار خیلی پیسه است. شما که هر روز هم تو کار کرده باشین، در این معلوم دار است که شما مای 15 دلار او ببخشید روزی 15 دلار هم اگر شما حساب کنین فرصت ندارین. ما درست است 15 دلار تنها کار کردیم. ضرب بزنین مای چند میشه؟ 10 دلاری که حساب کنید 10 تقریبا 300 دلار یکی شد و 15 تقریبا 1.5 دیگه 4.5 دلار از روی حساب ما شما دای کار میکنید. درست است دوستان که 4.5 دلار خیلی پیسه است. این تنها در یک وبسایت، در این چینل بر شما یقین کنین بسیار وبسایت خوبش بر شما میارم که یعنی شما هزاران دلار کار کنید، ولی یک کمی عقل کار داره که یک کمی خدا بفهمانین. ایتو تیر نکنین ویدیو را، ایتو نگین که ولی دروغ میگن نه این امکان نداره، ایتو نمیشه. کمتون کوشش میکنین، بعد از این کوشش کردین امکان پذیر است. در افغانستان امکان پذیر است، در پاکستان مشکل نداریم، در وسترن یونین تان میاد. این میاره مثلا که شما وقتی فکر کنین که شما این قدش کار کردین، ما بر شما هم تو یک چی میتم. درست است دوتا، اینه که شما داشت کار کردین یا مثلا این را یک ذره اضافه میکنم، اینه 0.5156 بینی بیت کوینز شما کار کردین. وقتی کار کردین 508 دلار میشه. دوستان فکر که شما این را در 1.5 ماه عمق کار کردین 508 دلار. این حال این را باز چی میکنین؟ این حال ای از این طریق از طریق ویدیو که من یک ویدیو دیگه جور میکنم میگم براتون، از این طریق میبرین در کوین بیس میبرین و در کوین بیس که بردین بعد از او ای را برات ویدیو جور میکنم. از این با چی میکنین؟ اونمو بیت کوینز تا یا مینی بیت کوینز تبدیل به دلار میکنه ای و روان میکنه در اکانت وسترن یونین براتون. درست است دوستان؟ و از طریق وسترن یونین در هر بانک افغانستان که بری گرفته میتونی پولا راحت بدون کدام گپ. فقط امقاس کمتون زحمت و چی کار داره تا شما بفهمید. خب ویدیو دراز میشه دوستا، ویدیو را لایک کنین، سبسکرایب کنین و شیر کنین دوستا. دیگه ویدیوها نیز میاد براتون و سلام.